سلام دوستان، خوش آمدید در این ویدیو. انشالله که هر جای این کاری خاکی باشید، خوش و صحتمند باشید. در این ویدیو با شما یک چتنی درست میکنم، چتنی خانگی که موادایش هست سرکه سیب، گزنیج، لیمو، مرچ، دو قسم مرچ، مرچ خردترک هم است، 3 قسم مرچ سرخ، یعنی مرچ شیرین، مرچ دلمه، لیمو، 6 دانه سیب، 3 دانه بانجانیمی. حالا ما یار میریم پاک صفا میشیم، دوباره باز میایم براتون میگم که چه قسم جور میشه. دوستای من چند دقیقه سرکه ترش کردم، یا سرکه رو نمک تر کنیم، موردی باز یک کاش میزنم. حالا میارم باز براتون نشون بدم که قسم جور میشه. یک 10 دقیقه 15 دقیقه سرکه ترش کردم. دوستا بانجانیمی میگیریم، خود ریزه میکنیم. خوردم نه خوردم فکر که از ماشین ماشین دیگه ما دو چند تا ماشین هست، من میخوام در این ماشین بکنم. با ماشین دیگه ما هستم یک ذره زیاد است، میخوام زیادتر میده‌تر شه که چی شه خوشتر بیاد. میخوام در این مکسش کنم، از اون خاطر ایرایشی استفاده میکنم. ماشین دیگه هم هست در خانه دارم، اما میخوام از این ماشین استفاده کنم. اونجوری میبینم که به اندازه که در ماشین جا شود خورد میکنیم. چتنی که از دوستا خصوصا ما افغانا زیادتر خوش داریم چتنی سگ سرخان ما باشه. چیز بسیار چیز خوشمزه است که بولونی میتونی بخوری، که سمبوسه که امروی غذا هر غذایی که باشه میتونی بخوری. واسه از ما در وقتان خدا اولادای من کلشون چتنی خور شدیم، خوششون اومده دیگه، میخوایم که چتنی همیشه باشه. واسه ما چتنی چندی قسم جور میشه دیگه، میتونی بدون بانجانی میکنی یا تنها کت بانجانی میکنی یا که تنها گزنیج باشه همراه سیر و لیمو و سرکه و یا باشه. هر قسمش با شما دوست داشتی. اگه خواستی از دیگه قسمایش رو شما براتون درست میکنم. حالا فعلا از این قسم کار نشان میتونم، میام بسیار خوشمزه میاد. اگه خواستی جور کنی که من بانجانی میام مندازم، گزنیج هم مندازم، دیگه این موادی که نشان دادم میار خوش استفاده میکنم، یا بسیار مزه خوشمزه داره. و من در چتنی همیشه سرکه سیب میندازم که سرکه سیب زیاد فایده داره دیگه، بسیار چیز خوشمزه است. استویا رو میشه که توته میکنیم، خوشمزه میمونه که بعد از اون باز آرام آرام وقتی که ماشین انداختم آماده باشه. دستا اینجا مرچ دلمه، بسیاری از این مرچ دلمه نمیندازم، اما مندازم مزهش بسیار خوشمزه میسازه. هر کس چتنی و شکل‌های مختلف درست میکنه. مثلا بسیاریا ماست مندازن در چتنی دیگه، مثلا ماست استفاده میکنن، گزنیج استفاده میکنن، همراه چی سیر، مرچ خلاص. میتونن به شیوه مختلف چتنی جور میشه دیگه. ما به این شیوه خود درست میکنم. خود چندی قسمش یاد دارم، این قسمش مالا موادش در خانه داشتم جور میکنم براتون، و این قسمش اولادم زیاد خوش دارن، از خاطر ما این قسمش یاد میکنم. دیگه قسمش اگه درست کنم میخورم. این موادش در خانه بود، میخوام از این درست کنم. بس دوستا اگه شما خواستی همین که چتنی که من درست میکنم موادش شما مطمئنم یک شالای ترست اگه خواستی درست کنی، بسیار خوشمزه است دیگه. میتونی که هر غذایی که دوست داشتی بخوری و زود خراب هم نمیشه دیگه. این سرکه سیب لیمو یا که پرتی خراب نمیشه. استوی تخماش که اگان زرمان خیره، تو فرق نمیکنه، مزه خراب نمیکنه. چتنی تخماش مزهش خوشتر هم میکنه، هیچ خرده قابل تشویش نیست. مثلا باید حتما کلش پاک شود، بخی مرچیاش پاک شود، هیچ کدام تاثیر منفی نمیگذاره چتنی تام. من خوشمزه میکنه و بد مزه نی. اینی که دوستا درباره گزنیج براتون میخوام یک معلومات بدم. خاطر که شما چرا کتی چوبا و یا استفاده میکنید دوستا، من خودم شخصا عادت دارم وقتی که گزنیج یا میخرم من یعنی قسمت چوباش یا یعنی قسمت سرش، این قسمت سرش یاش میگیرم میبرم که قسم سیاسی ها میباشه و دیگه هیچ قسمتش من اینیاش بیرون نمیندازم. یک مثلا من تو آشک پخته کردم یا سر من تو سر آشک اینیاش جدا جدا میکنم برای کاش میندازم. اما در غیر از او مثلا در سلاتم در سلاتک جور میکنم، سلاتی افغانی الهامو تو سر بعض وقتا سر سرخان میارم یا در چتنی همیشه یاش استفاده میکنم.
هیچ وقت خود دوست دارم، شاید دیگران نپرتن، شخصا من خودم عادت دارم، نه مصرف نمیشه، هم دیگه بسیار خوشمزه میکنه چیره، چتنی خوشمزه میکنه. دیگه من شخصا خودم چوبای گسنیچه و حتی جعفری رو نازک باشه هیچ کدام شوخی نمیکنم، کاش در چتنی استفاده میکنم، میده میکنم، کاش در ماشین میندازم مکس میشه. دیگه شاید بسیاری کسا دوست ندارن تنها برگایش استفاده میکنن، اما خودم برگش استفاده میکنم، چوبشو حتی جعفری نمیکنم کار میکنم. باز اگه نه مثلا در چتنی انداختم میگیرم مثلا استفاده میکنم برگش، مثلا برگ جعفری چی هستن چوب زیاد دبل هستن، زیر دندان شخص نمیتونی، یا چوب گسنیش وقت سرخوان بیاری بعض وقتا نمیتونی. بس من کلا چوبای زیر نگاه میکنم، وقتی که نگاه کردم شروع پخته کردم یگان قورمه و یا انداختم که پیاز یا من دادم بسیار میده ریزش میکنم در دیگه من دازم دیگه بسیار خوشمزه جور میکنه. در دیگه من دازم چوباش همیشه کلش میشم در نمک تر میکنم که یک جای باز میمانم که یاد اگه نمک داشتم در خانه سرکه داشتم در سرکه، اگه سرکه نداشتم داخل نمک تر میکنم، چه میمانم در 15 دقیقه بعد از دو میکشم در چلو صاف میمانم. بعدا باز امی چوباش از چی برگای جدا میکنم، من خواستم چوباش یا در چتنی یا استفاده میکنم مستقیم، باز نخواستم در بولونی مثلا استفاده میکنم، در چیزایی که مثلا هیچ فهمیده نمیشه، در بولونی، در شوربا بسیار خرد ریزه میکنم، در قورمه با هیچ فهمیده نمیشه. دیگه شاید دیگه کسا نکنه من خواد بگه چرا این قسم میکنی، اما من خودم چیزی که میکردم از اون خاطر خواستم چیزی که خودم کاری انجام میدم و شما نشان بدم. بخوام یعنی بعد نمیخوام که به خاطر ویدیو بگیریم بگیم یک کاری نشان بدم که من ایتنا چوباش از برگایش استفاده میکنم، کاری میکنم اون کارو با شما نشان میدم. اینی مرچا دوستان من خودم دفعه اول استفاده میکنم، من از اینیا خبر دارم یوش تیز هستن. همونجا از یک دکان عرب میخریدم، همونجا که میخرید گفتم چطور است، گفتی زیاد تیز نیست، متوسط تیز هستن. دیگه خدا کنه که زیاد تیز نشه، دفعه اول از امتحانش میکنم که از ما اولادایمون میخوره همیشه تیز از ما که میباشه، چتنیم زیاد تیزی چی نمیباشه، بسیار تیزه که بخی اذیتت کنه، تیز برابر خوشمزه میباشه، یعنی تیز برابر. واسه من گفت زیاد تیز نیست، اما اینیش گفت یهش خودم خبرتونم تیزیش زیاد هسته. دیگه خدا کنه که زیاد تیز نباشه، که زیاد تیز هم خوبم نیست. دیگه دفعه اول از این مرچ استفاده میکنم. یا دوستا اگه دوست داشتی دیگه قسم چتنی الا ترشیبا و پرچی که دوست دارید نشته کنید در کامنتا، الا برام نکه نظر داره نظرایتان نشته کنید برام بگویید. و براتون هر غذای خارجی خوش دارید، در مرکی، غذای افغانی، هر غذایی که دوست دارید براتون درست میکنم. شما خواهش میکنم ویدیو مرا سابسکرایب و لایک کنید. اینی دوستا سیر هستن، سیر حاجت ریزه کردن نیست، ایره مونتا میمونه بازم ماشین خودش مکس میشه. اینی از سیرای است که شاید شما در بازار دیده باشید، مثل پیاز واریس یک دانه بستم. از سیرا زیاد خوش دارم، در قابلی و بعض برنجی ها که دم میتم در زیاد استفاده میکنم. باز خواستم که باشه یک دانه زیام داش پرتم. اینا دو دانه لیمو را میگیرم، آبش میکشم. راستی دوستا پیشتر یادم رفت یک چیزی که براتون نشون بدم. اینی جا کس میخوایم ما زنجبیل من در چتنی هم یک ذره زنجبیل میندازم، بسیار خوب چیز است. اینا من زنجبیل که دارم همیشه در یخچال مینید اینه و شما نشون بدم. خب میده میکنم زنجبیل میده کم سر که رنگش هم چخپام تو رنگ زردش رنگش تغییر نکرده به خاطر کت لیمو. این چای صبحانه به خاطر کار وقت فصل ریزش و گلوندردی یا می باشه که عسل میخوریم، بعض وقتا که چای عسل مندازم به اولادا و به خودم استفاده میکنیم در چای، در دیگ، در آشپزی، در غذا تیار حاضر میباشه استفاده میکنم. حالا می حاضر است از یخچال کشیدم خواستم به شما نشون بدم یک کم یک قاشق از این مندازم بعد زنجبیل. هر دوستان لیمون توتا میکنم، آبش میکشم. شما اگه ازی داشته از این ماشینی که مارتر هم میکشن لیمون هم از این بگی استفاده کنید. باز دوستان میتونه اگه از این نداشته میتونه که خود قاشق هم آبش بکشی، امکانش هست. من مزید خانه دارم، یعنی قسمان میگیم کل آبش میکشم به خاطر که تو به ما اثر میشه که میتونم خستایش میبینی داخل که میره، باز خستایش کلش بیرون میکشم و به این شکل به هیچ آبش نمیمونه. بعض وقتا ما میگیریم یک ذره از این پوست لیمون در داخل چتنی خود مندازم. من دفعه پوستایش خوبش نیست نمیندازم به خاطر که زیاد چیز پوستایش مثل هر دفعه واری قبلا واری پوستایش خوبش پوستایش هم دفعه زیاد پخته نیست مثل قبلا واری، از اون خاطر نمیندازم. دیگه قبلا یک به اندازه یک توتا میگرفتم در داخل چتنی از این چیشو منداختم از پوستشو.
هم بوش خوبش میکرد هم فایده هم داره. خود پوست لیمو میگذره. هم دفعه نمیندازم. سعی کنید دوستان میبینید چه خوب آبش رفته اینه. ببینید هیچ آبش نمونده داخلش. نه آبش موند. خسته‌اش هم اینجا کلش اینه واسه نشان تا میتونم وقت آخر کلش داخل از این میمونه. لیمو بسیار خوب چیز از دوستان زیاد استفاده کنید. فصل زمستان است، هوا سرد است، میتونید سرخانتان بیارید، در چایتان استفاده کنید، در آب جوش استفاده کنید. اگه خواستید درباره لیمو و عسل یا براتون یک ویدیو جور کنم یا براتون نشان بدم که چه وقتا بخورید، کدام وقتا فایده داره لیمو، کدام تایم بخورید زیادتر فایدهش میبینید، بلاغری چی فایده داره. اگه خود لیمو چقدر خوب فایده داره بلاغری، چه ویتامینا را داره. اگه خواستی براتون یک ویدیو جدا میگیرم. اگه علاقه داشتی در کامنت ها نوشته کنید براتون یک ویدیو جدا درباره لیمو و عسل یا که به خاطر ریزش چه وقت بخوری، در کدام تایم روز بخوری و در کدام فصل بخوری که براتون نوشته کنید در کامنت ها. براتون یک ویدیو جداگانه میگم و درست هم میکنم و نشانم میدم. است اینا رو میتونیم براحتی کل خسته‌اش این تو یکی پلاستیک هم میگیم فومن شده خود یاد پاخودی یاد میرن. کل خسته‌اش میگیریم یعنی رامی میگیریم، کل خسته‌اش میگیریم میکشیم که باز این خسته‌اش تلخ میکنن. در ماشین میکشن تلخش میکنن. اما اینیش اگامت یهش خیر است، خوشمزه میکنه و بعد صرف خسته‌اش بکشی. این دوستاش که چال خسته نمونده کل خسته‌اش کشیدیم. کل خسته‌اش کشیدیم. یک ذره حوصله میخواد به خاطر که این خسته کشیدن لیمو یک ذره گام کس خسته میشه که از پیش تابتین نشه. یعنی من کل خسته‌اش از صاف کردم. ویدیو رو به شما کم نشان دادم که وقت زیاد نگیره. اینا رو من میگیرم آرام آرام کش در ماشین مندازم مکس میکنم. دوستا آرام آرام از این بانجانمی و مرچیا که میده کردیم داخل از این مندازیم. دوستا بعض وقتا در چتنی آب هم ضرورت میشه اگه خواست بسیاری مندازن. از ما به خاطر که بانجانمی آب میکشه خودش ما آب نمیندازم. بسیاری مثلا یا هیچ در پلوک سرکه و یا مندازن سرکه یا لیمو آب مندازن، ما آب نمیندازم به خاطر که هم بانجانمی آب میکشه هم سرکه مندازم هم آب لیمو نمیخوایم آب بندازم دیگه. این دوستا این سرکه سیب است، من تو چشم دید مندازم باز به اندازه نیم گلاس هم کامی در کدامش کمک کار چند دفعه جور میکنم مندازم. شکل میداشت رو در کاسم براتون نشان میدم. این مواد دوباره من پر میکنم به این شکل ادامه میدیم دیگه. دوستا همین اگه شما هم چتنی جور میکنید دستکش بهترین چیز است که بپوشی که به خاطر بعد باز اگه بدون دستکش انجام بده میکاره دستایتان بسیار سوخت میگیره در مرچیا چند دقیقه سوخت میگیره. اگه بهتر است کسایی که مثلا دست جور میکنن دستکش بپوشن. در هیچ غذا دستکش نمیپوشن. نمی چتنی که جور میکنم دستکش بپوشم این تیزا دست آدم زیاد اذیت میکنن. اگه به این شکل ما ادامه میدیم تا خلاص شه باز ویدیو رو به شما تا آخر نشان میدیم. این دستا زنجبیل هم گفتم براتون اینه به این شکل میمونه که مندازم. این دوستا حاضر شد. این نمک کار مندازیم. نمک یادتان نره دوستا، به خاطر که وقت شما رو زیاد نگیریم از اون خاطر ویدیو رو قطع کردیم. زیاد ماشین هم صدا میداد از اون خاطر همشوریش به شما نشان دادیم. اینا رو مکمل خلاص شد چتنی کشیدیم ما زیاد ماشین صدا میداد از اون خاطر نخواستیم که ویدیو بیایه. حالا اینم آماده شه به شما نشان میدیم. نگاه کنید چه خوب بخیر در این خانه بوش پیچیده بخیر. بوی گسنیش بوی سیر بسیار خوشمزه شده. میتونید مثلا بولونی، پکوره، آشک، منتو، آش هر غذایی که جور میکنید و کلو غذای ترامرش بیاری بخوری با اشتیاور هستن. این که نمیتونید یک هفته دو هفته این بوتل پر کنید خراب باز میتونید می استقامت میشه کرد که بوتل هم باز میکنید استفاده میکنید. قاشق دانزده را استفاده نکنید. مثلا قاشقی که مثلا شما دو غذا میخورید
دم بوتل چتنی دم قاشق دانزده استفاده کنیم. موضوع قسم چتنی زود خراب میشه. اول چتنی میکشه قاشق پاک تمیز بزنه در کاسه به خود جدا کنیم موقعی که میخوری. دیگه از اون خاطر بعضی کسا عادت دارن بوتل چتنی در سر سرخان میارن، هر کس که قاشق کسی فکرشان نشه بزنن خراب میشه. غیر از این میتونید به 2 هفته تا میتونید استفاده کنید. 3 هفته مقصد چیز قاشق دست خورده یا نخوره میتونید استفاده کنید. دوستا دیگه برنامه ما بود دیگه. خدا کنه خوشتان بیا. اگر تا ویدیو بعدی خداحافظی میکنم و خدا مسپارم تا. اگر خوشتان آمد لایک سابسکرایب یادتان نره. اگر کدام سوال داشتید در کامنت نوشته کنید و شما جواب میدم. تشکر تا ویدیو بعدی. خداحافظ.